دوستان، من ایلیا هستم. خوشحالم به چنل ایلیا جی جی آر. داخل این ویدیو میخوام بریم بررسی بازی اسموک گیم 24 که همون FC 24 خودمونه ولی داخل موبایل و عملا خیلی خفنه. قرار بررسی داشته باشیم و بریم ببینیم که چجوریه. با من همراه باشید. خب داخل اپ که هستیم چند تا گزینه 1 2 3 4 5 تا بخش داره و اول از صفحه اول شروع میکنیم. هومش پکس که حالا پکای استور و پکای خودت و مای کلاب که میتونی اسکوارت رو ببینی و بج و اینا همه رو بررسی میکنیم. در حال حاضر میخوایم بریم یک بازی درفت انجام بدیم، ببینیم که آیا چجوری هست. آره درفتش توضیح بدم که اصلا این درفت اون درفتی که فکر میکنی نیست که مثلا هر چی بازیکن خوب بده برداری. بس یک کمستری داره. تیمت کمستریش بالا باشه بهتره و اوکی تره. خب من اینجا پوپو برمیدارم. پوپ نیمار 99 چقدر جذاب و زیبا. نیمار 99 برمیداریم و کمستری ها رو نگاه میکنم کدوم کمستریش بالا داشته مثلا سرم نمیارم آنچنان. و گاوی داد بهترین بازیکن پک نیست ولی آقا و همه شد برزیلی تیممون فرد رو برمیداریم و بیلینگام 97 کمستریمون همه با بیلینگام کمستری نمیدن هیچ کدومشون. بیلینگام برمیداریم دیگه اینا. آها هاورتس کایل هاورتس کمستری میده برش میداریم. 10 میکنه کمستریمونو واقعا خوبه. اینجا 12 14 هم میکنه حتی واقعا خوبه. حالا ما اینو برمیداریم. روبن دیاز کدوم کمستری بیشتری میده بهمون؟ بونیچیو برمیداریم. خب دیگه ببینیم کدوم کمستری بیشتری میده. واقعا من سر نمیارم خب همینجوری بزنم بدونم کدوم کمستری بیشتری میده ولی میدونم آیکون ها. دخیا چرا آیکونه؟ دخیا رفته فیورنتینا اصلا فقط بی تیم بوده. نمیدونم چرا آیکون زدن این بنده خدا رو ولی ما همین داوید دخیا رو برمیداریم. دروازه‌بانای دیگه هم که آنچنان مهم نیستن ولی حالا ما یه چنج هم رو دونارومون نه همینجا رایت نوازشی رو زدیم واقعا خوبه. آنتونی رودیگر ولی خب آلبین برزیلیه رو برمیداریم. نمیشه. ای وای تئو میشه دیگه. تئو رو بذاریم اوکیه. البته نه تئو رو ضرر میکنیم بذاریم ولکن. و لوکا مودریچ ایول تمام رئالی میتونیم بکنیم اگه یه کار بکنیم. یه بازیکن بیاریم بذاریم جای نوک حملمون که ای تو اینجا بازی کن تو هم بیا اینجا. ایول الان اوکی. ولی اگه باشه میشه 24 میشه 25 بهتره اینجوری. دارم سر در میارم کم کم. کیان امباپه ال هم بازی میکنه من نمیارم چون نیمار ولی جای این داشتمو میارمش که بخاطر کمستری. ارلینگ هالند هم میشه گذاشت 29 میکنه کمستریو و عالیه واقعا. رزروامون رو میزنیم و باطل بهتره ریتش و 90. خب جای هر کدوم بیارم ضرره کمستری هم کم میشه حتی. و کارلوس روبرتو کارلوس 30 میکنه. حتی روبرتو کارلوس جای دیگه هم میتونه بازی کنه. نه ایوای نه روبرتو کارلوس رو میذاریم. زیدان چون بهتر میده بهمون و نگاه بکنیم جای کدوم بیاریم بهتره. زیدان و بیلینگام کنار هم بازی میکنن خیلی زیبا. و سانچز 13 نتونستیم بکنیم کمستریمونو. ای بابا
البته یه چنج بزنیم ما اینجا. البته نه، روبرتو کارلوس بمونه، زیدان هم بمونه. فرانسوی من ندارم. تو چرا؟ نه نمیشه در این شکلی گذاشت. من که جای بونوچی رو اینو عوض کنم که این بهتر بشه. نه فرقی نداره. با این تیم بریم ببینیم میتونیم کاری بکنیم یا نه. ریتمون 95، کمیستری 31. بهترین بازیکنانمون بلینگام 97، نیمار 99 و کاراچوی 99. آنلاین مچ رو میزنیم و سعی بکنیم حریف پیدا کنه. اصلا ببینیم کانکت میشه به سرور، که امیدوارم کانکت بشه به سرور. یکی از نکات منفی بازی اینه که بازی واقعا حتما با وی پی ان بریم داخلش، ولی هیچ جذابیتش واقعا کم نمیکنه. واقعا خیلی باحاله. در آخر نکات مثبت منفی و همه رو جمع آوری میکنم و براتون تو کپشن مینویسم. اگه خواستید برید ببینید و اگه خوشتون اومد بریزید. واقعا بازی خفنیه. و باید ظاهرا بریم بیرون آنلاین مچ دوباره بزنیم که شاید حریفو پیدا کنه. میخوام من این ویدیو رو کات کنم، درست کنم بپینم و بیام، چون ساعت ویدیو ربط داره. آقا برای سختی ها حریف پیدا کرد و یارو لیورپوله و اسمش هم عجیب غریبه. و کنم همین بازی اول ببازیم چون کمیستری 33 و ریت هم بالاتر و به بازی هم خیلی نداره. فقط خواستم تجربه درفتش نشون بدم بهتون. و جایزهای بات مچ و آنلاین مچ هم فرق دارن که عجیب ترش میکنه. و جایزهای آنلاین مچ بهترم ولی بات مچ سخت‌تره معمولا. و موقعیت برای تیم ماست و میگم دیگه کمیستری پایین بشه، بازیکن هماهنگ نباشن فلجیدیم. یعنی لوکا مودریچ میتونه کاری کنه؟ نه دیگه. حالا اگه کمیستری 33 بود لوکا مودریچ گلش میکرد، چون که همه چی به این ربط داره. و دلیخت 99 با کارت یونایتد و گرفت دروازه‌بانمون انزو فرناندز. این دیگه کنم گله. انزو فرناندز گلش کنه. انزو ببینیم چی میشه. بله انزو گلش کرد. انزو گل زیبا هم گلش کرد واقعا انزو فرناندز. تو این بازی ها اینجوری هم ببینین که اصلا حال نمیده نظر من اینجوری. و خونوارزش کارت سیتیشه، این کارت اتلتیکوش 99 که مال همین تازه اومده. دوتا خوردیم ایارو. وای اوکی. و قبل هم داره 100% دیگه سرش میخوام زیاد کنم. خب ریواردمون رو بگیریم. حالا گول دن دیگه به درد نمیخوره. خب جایزهای آنلاین مچ اگه قهرمان شیم بهتون مثبت 95 میده. خیلی پک خوبیه. درفت دیگه بریم. رفتیم داخل اون درفت موفق بشیم و همین ترکیب اوکیه. بریم ببینیم چی میشه. اوه 97. اوه تیری هنری. هنری شده من تیری هنری دیگه، ولی هنری خب نمیدونم. دل پیرو چند میکنه؟ 7. فقط این کوگو چرا بادکنک دهنشه نمیدونم. دل پیرو خط حمله آیکون. کریم بنزما پوشکاش. وای چقدر خوب. وای پوشکاش هم برمیداریم. ایش کردم دیدم اینو. دیپاول مکالیسر. واقعا درفت خوبی شده تا اینجا. بکنم به کمیستری بیرسیم و دوستان کمیستری مهمتر از ریت اینجا. اگه کمیستری ها یکی باشه ریت مهمه. و آره دیگه خواستم اینو بگم بهتون، وگرنه اسکول نیستم بازیکن خوب ندارم به خاطر کمیستری مجبورم. و نیکو ویلیامز 20 میکنه 23. داشون 23 میکنه پشما. اوه من سلطان مجوایی رو بردارم تیم واسه تیممون حیف میشه. برای یه جا بهتر بازی کنه بهتره. و که بسیمون سی میکنن اینا. سی میکنه گابریل برش بیداریم. بازار خوب بده اش کنیم. پشما خوب داد. 33 شد که مستریمون. هنوز
نچیدیم دف تعویزیا و رزرو کوبلو برمیداریم. نه تو ایشون بهتره احساس بکنم. بذاریم اینجا. چرا دست میزنیم الکی بهش؟ همین بذار که مثلا بمونه دیگه. ولی میلیتا میاد تو ترکیب. نه میلیتا نمیاد، نباید بیاد. کمسته میره پایین. اوه دورم تو هر کدوم بیارم ضرره. ول کن. همینجوری بازیکنان انتخاب میکنم چون واقعا نیازمون نمیشه. راول گونزالس نیازمون میشه اگه خواستیم بیاریمش جا تیری هنری. یوهان کرایف 98. یوهان کرایف 98 دوست دارم واقعا. یوهان کرایف 98 تیری هنری ببخشید ولی من فکر کنم بتونه اینجا هم بازی کنه. نه نمیتونه ولی اب نداره. وای عالی شد. نه میچینم فقط بچینم. میدونی چی میگم؟ زیدان 96 داره خیلی خوب پیک میده آقا. اختالا باید کنم رود گلیت. هافبک هم رود گلیت میشینه. میتونیم هافبک هم بذاریمش. ریتو میاد پایین تر ولی اب نداره. ولی چرا اب داره نمیدونم چی بگم واقعا اینجای کار. بنده بازیکن آیکون و هیرو رو برمیدارم. و ویتینیا بذار باشه. ما از آقای رودگولیت عزیز ای وای من گلیت رو دوست دارم. خب بذارم توی ترکیب. آنجلوتی هم یه ابرو بالا میده کامبک میزنیم. بریم ببینیم چی میشه. امیدوارم بتونیم قهرمان بشیم. و 95 و بریم 7 بازیکن آیکون مثلا اینو بزنیم. من امیدوارم حریف پیدا کنه باز بازی در نیاره. نت که اوکیه ولی وای لعنت واقعا بهش. و یه باگی داره درست میشه. با میری بیرون دوباره درفت رو انتخاب میکنی مثلا اینو میزنی. امیدوارم کار بکنه. الان ترفند باگ که نیست ترفند. و کار کن حریف پیدا کنه. انقدر نتو انقدر وی پی ان ضعیفه. انقدر وی پی ان ضعیفه که مثلا میمونه چی بگه. من یه دقیقه درست کنم بیام. وای چیکارش کنیم آقا؟ درستش باید بکنیم به هر حال. اوکیش میکنم الان. و تو تخت ما این مچو باید بریم. دوستان انقدر نت که نه پی پی ان ضعیفه اصلا باید فکر کنم قید مچ آنلاین رو بزنیم بریم بات مچ. و آره واقعا بریم بات مچ. نداره با بایر مونیخ هم بازی داریم. تیم بهترین کارت های بایرن و کنسش هم 33 هست معمولا. یعنی زیر 33 باشه که بسیاری بدبختی. امیدوارم تقریبا میتونیم ببریمشون. خدا فقط اونو کارت زرد بگیر. این اول تموم شد با باید گورتسکاشون زرد گرفت. ولی مچ آنلاینش هم بکنم دیدید خودتون واقعا خیلی خفن‌تر از اینه. و مولر به اون گل بزنه فشار داره واقعا. مولر 95 به درد نمیخوره. کارتش اصلا پیس نداره. نگاه کن. واسه همین میگم مثلا باتمن بازی نکنید چون بازی در هر صورت شانستون خوب باشه میبریم. مثلا من شانس بیارم تو گل بزنم ببرم. واقعا باتاش خیلی سریع. برد. نه بردیم. گل زدیم. ولی واقعا شانس میخواد بردنشون. واقعا سریع. واقعا باتاش خوب بازی میکنن. پرو پلیرم باتاش. نگاه کن. دقیقه 82 کرد بازیو. بات پرو دیده بودیم. آقا پوشکاش رو بره دو کنه بلکه. پوشکاش جان پرس کرد. پوشکاش گلش کرد. 2 کرد. دقیقاً شانس داریم بایر مونیخ رو ببریم. بایر میا ببینیم خوشحال میرن تو رختکن یا ما تیم ما فرق موسیالا یورو و کورنرش هم این شکلی که مثلا مثل گل اوریجی بارسا بودش که الکساندر آرنولد اومد کورنر بزنه رفت فقط بعد اومد زد. دقیقاً همینجور. رواردامون رو بده. سیلور پک میده. واسه همین آنلاین مچ خیلی بهتره. قطعا دیگه هم نگاه کنیم. اِوولوشن داره. بازیکن‌ها اِوولوشن داشته باشن. مینی گیم داره. جایزه میگیره مثلا یه تیم انتخاب میکنه مینی گیم و اینا. سیزن داره.
مینی گیم های این شکلی داره که واقعا خیلی باحالن. میتونین با کلم بزنین، برین پرو کارت درست کنین، برین تورنمنت ها و چمپیونز کاپ ها، برین اسپیسی ببندین. آخرین کل کارتایی که تو بازی اومدن ببینین کارت همین تازه اومدن. آره امروز اومدن. پکای خودتون، پکایی که از شاپ داریم، میتونین برین دونه پکا رو ببینین هر کدوم خواستین بخرین. پکا ایونت و پیکو، حالا پلی پیک رایگان هم بهتون میده. ترانسفر مارکت داره، بج و کارت و اینا میتونین بخرین. مثلا من بخوام بج مثلا تیم که دوستم رئال رو بخرم، واقعا چقدر قیمت بج رئال؟ چون وی پی ان ضعیفه نشون نمیده، نتم ضعیفه. کارت میتونیم بخریم، مثلا میتونیم کارت رو بخرم. البته این کارت مگه اسپیسی نبود؟ مثلا بکامو تست کنم، خرید بکامو. کسی نمیخواد بفروششون اگه اشتباه نکنم، ولی ریوالدو اونا بخرین، بازیکن بفروشین و بازی باحالیه. آقا داخل کپشن تمام خوبی ها بدیاشو مینویسم، ولی واقعا ارزش نصب داره. اگه فیلتر نبود خیلی بهتر بود. و مرسی که ویدیو دیدین. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.